خب سلام. میدونم که گفتم داخل اولین ویدیو هفته یه دونه اگه بتونم میذارم، ولی خب دیگه نشد دیگه. سعیمو کردم ولی اتفاقاتی افتاد که سخت میشد بخوام بذارم. این چیزی که میخوام بگم تقریبا 7 مورد میشه. 7 ویدیو احتمالاً بگیرم براش و این ویدیو اول پیش مقدمشه، پیش نیازهاشه بهتره بگم. و خب الان هم فکر کنم 5:30 صبح تو این محیط ظاهرا خلوت نشستیم داریم حرف میزنیم. خب من داخل اولین قسمت میخوام در مورد باورها حرف بزنم. خب با اینکه میدونم کلیشه‌ایه یکم، ولی خب بهتره صحبت کنم، چون میدونم به خاطر همین کلیشه بودنشه که باید صحبت کنم، چون اکثر مردم اومدن چرت پرت گفتن که باورتو فلان کن بهمان کن. من خیلی باش موافق نیستم و خب باید باورتو درست کنی. بعد فرق بین خواستن و آرزو رو میخوام بگم دیگه. جونم برات بگه که حالا یکم هم برات توضیح بدم راحت تر هم خودم تو بخوام قبل یکم بشینم، چون بعضی وقت در همون حین من صحبت میکنم یه چیزایی یادم میاد میگم. خب آقا اول از همه میخوام اول گفتم بخوام چند قسمت اول میخوام طرز فکرتو درست کنم و 7 تا ویدیو اگه بشه، حالا بیشتر معمولا طول میکشه ولی خب من یه دونهش میگم که جمع شه. آقا اول از همه اینه که ما باید بدونیم که ضعف‌هایی داریم ناخودآگاه. سقراط خودش همینو میگفت. آقا ما ضعف‌هایی رو داریم و حالا باید بهبودشون ببخشیم، باید درستشون کنیم. نمیشه که آقا من بگم من این ضعفو دارم خب دیگه هیچ، نه، باید درستشون کنیم. و خب حالا مسئله از کجا شروع میشه؟ درست شدن از چی میاد؟ از درست شدن باورها میاد. همه چی اول از ذهن ما شروع میشه، همه چی اول از درون ما شروع میشه. خب و حالا میگم دیگه به همین دلیلا بودش که اومدن کلیشه‌ایش کردن دیگه، مثلا قانون جذب، قانون فلان بهمان، که بیان این از درون تغییر کردن و نابودش کنن. خب الان همینه دیگه. حالا بخوام بگم چجوری باورها رو تغییر بدیم. ما باورهامون رو در هر ثانیه میتونیم تغییر بدیم. چجوری؟ من همین الان مثلا باور دارم که چه میدونم این پارک مثلا قرار فلان بهمان بشه، چند دقیقه دیگه مثلا میگم خب نه، من باور دارم که این اتفاقات نباید بیفته یا اتفاقاتش خواهد افتاد یا فرق داره. بس که به باور من داره، اعتماد قلبی من داره. خب و خب حالا این چجوری به وجود میاد؟ چجوری تغییرش باید بدیم باورمون؟ اول از همه با فکر، فقط با فکر کردن. باید فکر کنی ببینی چی میخوای. البته الان زد ماسه نیست فرش. باید در موردش فکر کنی، باید در رابطهش باش فکر کنی که ببین دنبال چیه، داستان چیه، و با فکری که بهش میرسی. با فکر، حالا فکر در کنار چی؟ با خیال پردازی که نمیشه گفت، با قوه تخیل. خب چون ببین کسی که تخیل میکنه داره یه احساسی به وجود میاره. این انرژیه. مغز ما کلا ساطع کننده انرژی، فرکانس، چه میدونم، ارتعاش، هر چی اسمشو میذاری، اونو داره پخش میکنه داخل جهان. خب و باید بهبودش ببخشیش. خب حالا چجوری؟ با تصورت میتونه باشه، با نوشتن میتونه باشه. نوشتن باعث میشه فکرت شفاف بشه. اصلا من می‌خواستم ویدیو ژورنال بذارم اینجا، ولی خب خودم خیلی راضی نیستم بقیه روتین منو بدونن، بخاطر همین ترجیح میدم نگم. خیلی دوست دارم روتینمو بگم. ولی آقا باورهاته. خب حالا باوری که افراد نسبت به پول دارن معمولا چیه؟ پول چرکی کف دسته، این یکی از باورهاست. یا باورهای دیگه، کلا باورهای اشتباهی مردم دارن. خب و گفتم باورهای انسان هستن که زندگی آدمو میسازه. حالا این موردم بذاریمش کنار. هدف گذاری. اصلا می‌خواستم بیشتر اون هدف گذاری من صحبت کنم. خب هدف چیه؟ هدف چیزی هستش که درون ما اون انگیزه لازم درش ایجاد میشه. یعنی ببین ما وقتی که یه چیزی رو دوست داریم، از صمیم قلبمون می‌خوایم بهش برسیم، می‌خوایم بهش برسیم، فقط آرزو نیست. حالا توضیح میدم. در ما یه دوپامین ترشح میشه. خب ترشح که نمیشه، تقریبا اون جایزه بعدشه. خب یه حسی، یه احساسی در تو ایجاد میشه که باعث میشه بری به سمت اون هدف. خب حالا برای اینکه اون احساس بهتر بشه 2 تا راه داره. بیشتر هم داره، ولی من این 2 تا رو بیشتر توصیه میکنم. نه بیشتره، حالا چند تاشو الان یادم بیاد بهت میگم. خیلی بیشتره، من دارم فکر میکنم. میتونی تخیل کنی. حالا 2 نوع تخیل داریم. یکی تو میتونی فکر کنی که بهش رسیدی. خب
خب بهش رسیدی و با صمیم قلب باید باور داشته باشی بهش. یکی دیگه هم هستش که آقا فکر کنی نرسیدی، ببینی اگه نرسی چی میشه. با اینکه حالا مغز ما منفی نگر هست در حالت عادی ها، یعنی کلا تو شروع هم کنی مغزت منفی نگری میکنه که آقا فلان میشه، بهمان میشه، این ایدت نمیگیره، فلان میشه. مغز منفی نگر هست، ولی تو اگه بیای مثلا موقعی که خیلی اعتماد داری بیاید این کارو بکنی، باعث میشه که یه حس کمبود که نه، حس فوریت داخلت ایجاد بشه، باعث میشه حرکت کنی که برسی به اون هدفت. بعد دیگه بخوام بگم راه دوم، گفتم اونی که فرض کنی که رسیدی. حالا چرا میگم فرض کن رسیدی به هدفت؟ چون ببین تو وقتی فرض کنی که آقا به هدفت رسیدی، باعث میشه که آقا اون احساس رو تجربه کنی، اون احساس واقعا احساس داشتنش رو. خب مخصوصا هنگام صبح، بین اذان صبح تا طلوع آفتاب بهترین موقعشه. جدی دارم میگم، خیلی موقع خوبیه، زمانش خیلی مناسبه، هم سکوت هم آرامش، کلا خیلی تایم مناسبیه. من پیشنهاد میکنم برای این کار و قبل خواب این کار رو انجامش بده. و حالا خواستم این تیکرم گفتم اصلا خیلی مطلب جدی دادم میرم الان. خب آقا هدف گذاشتی، خب ببین همیشه بهت میگم خب هدفتو نامحدود در نظر بگیر. من خودم الان برگردم عقب، هدفم نامحدود در نظر میگیرم. مثلا من برگردم عقب، هدف من مثلا اگه هدف من قبلا این بود که در مورد 100 میلیون برسم، خیلی رویاییش میکردم، چه میدونم در مورد عجیب غریب، خیلی عجیب غریب، یعنی خیلی گندش بود. خب چون همین البته نگاه کنیم 100 میلیون پول نیست شلون. حالا من میگم آقا تصویر رویاتو نامحدود بذار. ذهن آدم که نامحدوده، چرا بیای رویاتو محدود کنی؟ جهان نامحدوده است. اصلا وقتی که تو چیزی رو انتخاب میکنی، خب جهان دست به دست هم میده که تو به اون برسی. جهان که با تو پدرکشتگی که نداره، کمکت میکنه برسی. خب حالا این رسیدن مربوط به چیه؟ چه واجد شرایط باید چه شرایطی یاد داشته باشی که برسی بهش؟ اولیش و مهمترینش اینه که هدف داشته باشی. اصلا مهمترینش چی؟ پیش‌ترنش باید هدف داشته باشی. اصلی ترین چیزی که من میدونم تلاش. ببین این یه مورد بدون خب که ببین کارهای درست، کارهای مفید معمولا دیرتر اتفاق نتیجه میدن. ولی که اصلا مردم میگن نه مثلا فلان چیز خیلی زودتر نتیجه میده، خیلی زود میرسی. آره بسیاری به هدفت داره. این هدفتو بهتره من میگم داخل تایم های مختلف تقسیم شه. آقا من هدفم داخل اینه که مثلا من قبل از مثلا 25 سالگیم 30 سالگیم به فلان چیزا رسیده باشم. خب اینو تقسیمش میکنم به سالیانه. خب این سالیانه رو تقسیمش میکنم به ماهیانه تبدیلش میکنم به هفتگی رو تبدیلش میکنم به روزانه. حالا باز اگه بهترش کنی روزانه رو تبدیلش کنی به ساعت رو تبدیلش کنی به دقیقه. حالا من زیاد با این تیکش زیاد موافق نیستم، همون روزانه و شاید حتی هفتگی کافیه دیگه. این بحث تلاش بود. خب یعنی دارم میگم ول نکن. یعنی مثلا این نباشه که مثل یه باشگاه، خب باشگاه که تو میری شاید مثلا هفته اول نتیجه خیلی خاصی نگیری، ماه اول خیلی نتیجه خاصی نگیری، ولی میتونی بگی که یه سال بعدش نتیجه نگرفتی. نمیشه گفت دیگه، نتیجه قطعا میاد اون موقع. یا مثلا 10 سال بعدش قطعا نتیجه ترکونده اگه دیسیپلین رو داشته باشی، اگه اون پیوستگی رو داشته باشی. ببین بعضی هست مثلا الان بخوام بگم خب معمول نگفتم همتون، معمول افراد اینن که میخوام جدی باشم، توهم توسعه فردی. 1000 بارم گفتم، نمیدونم گفتم ویدیو قبل نه، خیلی وقت ندیدمش. توهم توسعه فردیه. اینکه طرف فکر میکنه من دارم پیشرفت میکنم، من ساعت 5 صبح بیدار میشم، دارم مثلا مدیتیشن میکنم، چه میدونم فلان میکنم، بهمان میکنم. خنده داره که فکر میکنی داری پیشرفت میکنی. جدی دارم میگم، چون این توهمشه. زندگی اصلا جای خیلی شیرین و چه میدونم نازی نیست، اصلا نیست، مخصوصا برای پسرها. باز حالا دختر آپشن‌های مختلف‌تری دارن نسبت به مورد. ببین زنان کلا ارزش دارن، به صورت بیسیک ارزش رو دارن، یه ارزشی رو دارن،
ولی خب مرد نداره، مرد باید به دستش بیاره و هر چقدر زودتر بهتر. حالا بگم در مورد توهماتتون یکم بگم. توهمایی که من دیدم، مثلا میری میبینی من مثلا 13 سالم 14 سالم از من با افتخار من تو مسیر توسعه فردی ام. اش دهنتو ببند، دهنتون رو ببند جدی در این حوزه. یعنی فکر میکنین، جدی فکر میکنین هر چقدر دونه به دونه لول که بره بالاتر میفهمی که نه تنها که تا الان درست کار نمیکردی بلکه شاید اشتباه هم میکردی. یه دستن که شروع نمیکنن، یه دستن که متوهمن که اینا خطرناکتر از اون کسی که شروع نکرده. چون ببین اونی که متوهمه اصلا نمیفهمه که کجاست، فکر میکنه داره پیشرفت میکنه، باز اونی که شروع نکرده میدونه که چه لجنی هست ولی اون نمیدونه. حالا ولشون، از بحث خارج نشم. تلاش خیلی مهمه، گفتم بدون نتیجه هم شده ادامه بده، یه جای نتیجهش میاد. اصلا جهان برای کسی که جسوره، قدم برمیداره، میره جلو، راه باز میکنه. مطمئن باش راه باز میکنه. و دیگه بخوام بگم و حالا خواستنشه، چقدر میخوایش، برات آرزوه یا خواسته است. بین این دوتا فرقه، زمین تا آسمون بین همین دوتا فرقه. طرف میگه مثلا من میخوام به فلان چیز برسم. خب میخوای برسی، مثلا چه میدونم میخوای یه ماشین 207 چیز چرت و پرت میخوای بخری. خب آقا تو میخوای فلان ماشین ایرانی آتاشقال رو بخری. خب حالا هدفت کاری نمیخوای مثلا باش چیکار کنی این داستانا. فرض کنیم آقا میخوای چه میدونم لذت ببری از زندگی، هر چیزی. هدف اصلا مهم نیست که تو چرا میخوایش. خب تو باید داری آرزوش میکنی. خب من دوست دارم اینو داشته باشم، من امیدوارم اینو داشته باشم، ولی این خواسته فرق داره. خب خواسته نمیذاره که تو بشینی یه جا، خواسته نمیذاره، خواسته چیزی که تو رو وادار میکنه که حرکت کنی، وادارت میکنه که بری که برسی. و دیگه بخوام سریعتر جمعش کنم، خیلی دارم طولانی میکنم ویدیو رو. اینا فرمول ریزشه. حالا ریزکاری هم داره که میگم، یعنی من پیش نیازها رو دارم کلا میگم، هنوز شروعش هم نکردم. خب حالا مورد بعدی که میخوام بگم در رابطه با اینه که شروع کنی. خب شروع کردنه، چون ببین وقتی تو یه هدفی داری، خب اندازه کافی حالا تصورش میکنی، اون تصوری که میکنی گفتم انرژی داره، وارد کائنات میشه، احتمال وقوعش رو بیشتر میکنه. چیزی که تو دنبالشی بیشتر از تو دنبال خودته. آقا فلان ماشینی که تو میخوای بیشتر از این که تو دوستش داشته باشی که بهش برسی، بیشتر اون دوست داره که تو به تو برسه. داستان اینه، نگران اون داستانش نباش. حالا برای این کار تو باید فرکانست به حد اون برسه. فرکانس چجور میرسه؟ با کار و تلاش، چه میدونم با غذای درست، چه میدونم با پیاده روی، ورزش، کتاب خوندن، علم، هر چیزی که در راستای هدفته. تو باید نگاه کنی ببینی آقا آیا منی که به اون چیز رسیدم چه کارهایی باید انجام بدم؟ آیا از کارهایی در طول روز خودم دارم انجام میدم راضیم، یا از همین کار خودم راضی نیستم انتظارم دارم برسم؟ آقا نه. بعد شروع کنین، بهونه نیارید که مثلا امکانات ندارم و چه میدونم سنم کمه و سنم زیاده و دیگه بهونه‌تون دیگه چی هستن؟ فکر کنم تحصیلات ندارم و استعداد ندارم. ببین همه اینا بهونه است. خب ببین بهونه تراشی نکنین، شروع کنین. همه چی خود به خود میاد. آقا مگه اونی که اول راه شروع کرد آره مثلا ایلان ماسک، نه ایلان ماسک $28000 پول از باباش گرفت، خب تو برو همون پولو بساز. میگه کسی جلو تو گرفته؟ تنها چیزی که جلو آدم میگیره خودشه، همین. بعدش دیگه این از این موضوع. خواست و آرزوام گفتم دیگه. آرزو چیزی که تو فقط دوست داری داشته باشی ولی کار تلاشی نداری. خواست چیزی که واقعا میخوایش. خب و حالا مثالش هم دیگه هست، فکر کنم هم شنیدن اون مثالی که میگه وقتی که تو چیزی رو میخوای، مثلا پسر بودش میگفتش که موساش برده بودش که شنا کنه، بعد گفتش که مثلا چه چیزی رو میخوای، نه یه فلان موضوع رو من میخوام، بعد کلش برد زیر آبو که یکم آب بخوره داخل، آوردش بیرون. گفتش که چی میخواستی؟ گفت هوا. گفت باید همینجوری بخوای، این بود خواسته تو، خواسته واقعی تو این بود. و دیگه حالا این از این موضوع خواسته دیگه. ضمیر ناخودآگاه، جدی میگم یه بخش بزرگی از موفقیتایی که ما به دست خواهیم آورد
سر زمیر ناخودآگاه میمونه. زمیر ناخودآگاه ما. زمیر ناخودآگاه چیه؟ ببین ما یه قسمت خودآگاه داریم داخل مغزمون، یه قسمت ناخودآگاه. خب ما وقتی که تصور میکنیم اول میره داخل قسمت خودآگاهمون. خب اون قسمتی که آقا ما میدونیم، میفهمیم. خب حالا ببین این قسمت ناخودآگاه ما اگه باور داشته باشه که ما نمیتونیم به اون مسئله برسیم، میاد تو رو تخریب میکنه، میاد چه میدونم منفی نگری میکنه، میاد بی‌اعتمادی میکنه، میاد بدترین شرایط رو در نظر میگیره. حتی شاید شرایطی که اصلا وجود نداره، شاید اصلا شرایطی که نمیتونه اصلا به وجود بیاد، اونا رو میاد بهتون نشون میده. فقط هم هدفش چیه؟ اینه که امنیت پیدا کنه. چون یه تغییری، اصلا تغییر، کلمه تغییر در مبنای اینه که آقا تو داخل یه خطری داریم میفتیم معمول اوقات. خب چی داشتم مثلا میگفتم خودآگاه و ناخودآگاه. این قسمت ناخودآگاه این کارو میکنه. خب ولی وقتی تو به اندازه کافی تصور کنی، وقتی به اندازه کافی تو باور کنی که آقا میشه، آقا من تواناییشو دارم، جهان ناممکن هاست، ما میتونیم بهش برسیم، اون موقع است که اون وارد ناخودآگاه میشه. حالا قسمت ناخودآگاهش خیلی مهمه. چرا؟ این ناخودآگاه که وارد وجودت میشه. خب این اصلا واسه این تیکر بگم جدا از این موضوع، اصلا من بهت میگم آقا 6 ماه 6 ماه تو بشین مسیر تو بچین، تصور تو بکن، ببین چجوری میتونی برسی. میگم تو اصلا هدف رو بذاری، هدفت که برات واضح باشه، آقا بفهمی که من چی رو میخوام، دنبال چی دارم میگردم، هدف من چی از زندگی کردن. وقتی تو اینو درک کنی راهش خودش پیدا میشه. چجوری؟ با همین زمیر ناخودآگاه. چون ما فرصت‌ها رو می‌بینیم، همیشه فرصت‌ها رو دورمون می‌بینیم. مثلا من بخوام پول در بیارم چه می‌دونم، به درختی که نگاه می‌کنم میتونم یه برنامه بشنم که بتونم از طریق همین درخت پول در بیارم. خب و باز باید برنامه بشین با پولش چیکار کنی که اون پولو بیشترش کنی. چون همه ما یه پولی رو در میاریم. فرق ما در نوع خرج کردن. یکی میره باش لباس می‌خره میپوشه، یکی میره چه می‌دونم عطر می‌خره، یکی میره ماشین می‌خره، یکی میره سرمایه‌گذاری می‌کنه، یکی میره کسب و کار رو میندازه. ببین تفاوت ما در همین خرج کردن است. و حالا ما کجا میفهمیم این تفاوت در خرج کردنمون؟ ضمیر ناخودآگاه و فرکانس ما. حالا من قضیه فرکانس اینجا وانه میخوام بیشتر در رابطه با همین ضمیر ناخودآگاه صحبت کنم. ببین ضمیر ناخودآگاه یه صدایی داره داخل وجود ما. خب این صداش چیه؟ صدای قلب ما. خب ما یه ارتباط قلبی داریم. وقتی که تو به یه چیزی باور داری عمیقاً، خب که آقا من دوست دارم این اتفاق بیفته، من واقعا اینو میخوام، احساسش میکنم، احساس نیاز دارم من به این موضوع، وارد ناخودآگاه میشه. میگه خب تو اینجایی، چیزی که تو میخوای اینجاست و من این بین چجوری باید پر کنم. خب این همیشه داره فرکانس میگیره دیگه، داره سیگنال میگیره، چه داخل خوابت. البته میگم خواب خدای خیلی خوب، اصلا هر وقت به مشکلی خوردید برید بخوابید، یه نیم ساعت یه ساعت برید بخوابید. خب مثلا این اروری داد اوکی شد. میگم کاتم نمیزنم کلا ویدیو رو. برید بخوابید، چون خواب این یه مشورته. روح آدم پرواز میکنه اگه کار تلاش کرده باشه، روحش میگه خب آقا تو داخل زندگی عادی تلاش نمیکنی، من چرا باید برم داخل خوابت بگردم برای تو اطلاعات گیر بیارم. این یه مورد. جدا از اون مورد کلا مغز تو فرصت ها رو دیگه میبینه. خب تو الان فرصت رو نمیبینی، الان ببین در کوچکترین موضوعی فرصت. الان من بخوام دورم نگاه کنم چی هست دارم اصلا خیلی خودمونی دارم میشم. این دمپایی، خب این دمپایی آقا میاد با هم یه ایده بیزنسی میزنه، میگه خب آقا این دمپایی قیمتش اینه، مثلا من میتونم اینو با این قیمت تولید کنم، برم به فلان جا بفروشم، حالا میتونم بیام از طریق دیجیتال مارکتینگ مشتریمو بگیرم، چه میدونم وبسایت بسازم براش، اینجوری کنم اونجوری کنم، متمایز کنم خودم، مثلا یه قابلیتی روی میذارم که جدیده، بعد بیام رنگ شناسی مخاطبمو گیر بیارم، این با این رنگ، مردم مثلا با رنگ قهوه‌ای و مشکی بیشتر آشنا، مثلا اون خانم بیشتر مثلا با یونیک بودنش حال میکنه که مثلا یه حالت خاصی رو داشته باشه، میدونم خرگوش مثلا روش داشته باشه، چیز خاص. و حالا میام اینو به مغازه‌های یونیک میفروشم، میام مثلا چه میدونم من باشم، میام مثلا داخل مغازه اول میذارم بهشون چشم مردم عادت کنن، بعد میام پخشش میکنم، بعد میام میفروشمش داخل چند مغازه، فقط میذارمش، میگم آقا این فقط اینجا باشه به عنوان نمونه. کم کم که چشم مردم عادت کرد میام پخشش میکنم اونجا. حالا بیا باز آنلاین، میگم دیگه همه جا فرصت داره، هر چقدر فکر کنی همیشه هستش. حالا من چند تا نگفتم الان، اومد داخل ذهنم سانسورش کردم، ولشون. نه در رابطه هم دمپای منظورم. خب این فرصت ها رو میبینی دیگه. خب مثلا دقیقاً داستان همین، وقتی تو باور داشته باشی آقا من قراره به فلان چیز برسم، وقتی تو باور داشته باشی آقا با یه ذهنیت مثبت وارد اون داستان بشی، ناخودآگاه جذب می‌کنه. اصلا جذب
فرمول جذب میگم قانون جذب نیستش، قانون دیدنه. البته خیلی هم من به قانون جذب گیر نمیدم، با اینکه قانون جذب خیلی چیزش چرت و پرته، جدی میگم خیلی از چیزش چرت و پرته، ولی کاملا هم دروغ نیست. خیلی از چیزش چرت و پرته، چه میدونم بشین فقط فکر کن و داستان اینو داستان ایناش یه مقدار چرته، ولی اگه این فکر کردن همراه با تلاش باشه، همراه با خواستن واقعی باشه، قطعا به دست میاد. قطعا همراه با تلاش و خواسته واقعی باشه قطعا به دست میاد. من دارم به تو قول میدم به دست میاد. حالا دیگه بخوام بگم همین، خلاص بهونه رو بذار کنار، شروع کن. ببین یا شروع کردی یا وقتی ترسیدی شروع نکن، یا اگه شروع کردی دیگه نترس. یعنی اینکه ببین مشکلی دیدی، ترسی اومد سراغت، فلان شد فلان، اگه بشه بهمان بشه، هر اتفاقی میخواد بیفته قبل از شروع کردن تو فکر کن در موردش، که دیگه بعدش نترسی. وقتی شروع کردی دیگه تمومه. تو وقتی این مسیر شروع کنی دیگه حق بازگشت که نداری. و در همون حین به خدا هم نگاه کن، خدا قطعا هوا تو داره و این موردم داشته باش که ببین شکست قطعا میخوری. خب تنها کسایی که شکست نمیخورن کسایی که اصلا شروع نمیکنن، که اونا قبلش اصلا یه شکست خورده هستن. چون ما اصلا مگه چند بار زندگی میکنیم؟ یه بار بیشتر نیست. خب بذار عجیب ترین ریسکا رو کنیم، یا به بهترین چیزی که میخوایم میرسیم یا نابود میشیم در بدترین شرایطش که نمیشی، که باز بلند میشی. دارم میگم ببین وقتی که شکستی پیش اومد، مشکلی پیش اومد، بشین ببین این چرا اتفاق افتاده، تو چه کمبودی داشتی که خدا گفته این اتفاق باید برای تو بیفته تا تو متوجه یه موضوعی بشی. ببین تو بیا به من بگی نه من شرایطم سخته، شرایطم فلانه، من بهت میگم زر نزن. جدی ببخشید جدی دارم میگم ببخشید، ولی زر نزن جدی. چون ما این که برای شرایط داریم تعیین تکلیف میکنیم، شرایط برای ما چیزی تعیین تکلیف نمیکنن، هیچی برای ما تعیین تکلیف نمیکنن. الان دارم فکر میکنم من چرا گفتم زهر نزن دقیقاً. حالا در کل حرف چرت و پرتیه این حرف که بگی آقا شرایط من خاصه، شرایط من بده. ببین ما هم که برای شرایط تصمیم میگیریم، ما هم که میتونیم شرایط عوض کنیم. و ببین کسی که در بدترین شرایط قهرمان عجیب‌تری ازش ساخته میشه، آدم قوی‌تری ازش ساخته میشه. و حالا میگم چجور ضمیر ناخودآگاهتون رو شکل بدین، نگران اون داستان نباشین. اینا رو یادم میره، تیکه تیکه یادم میاد بهتون بگم. ضمیر ناخودآگاه بهتون یاد میدم چجور بسازینش. اصلا اون داستان زیاد مشکلی نیستش، با عبارات القاییه بهتون یاد میدم. با اینکه میگم گفتم خیلی روش گیر نیستم که بگم حتما باید این کارو رو انجام بدی، ولی انجامش بدی بهتره. این تکنیکاشو دارم میگم. هدفت باید واضح باشه. آقا هدفو وقتی داشته باشی اصلا بقیه‌اش میاد خودش، اصلا نیازی هم نیست دیگه. هدفو داشته باش، بقیه رو مسیر بده، یاد میده. هدفو داشته باش، هدفتو پیدا کن. شده 6 ماه وقت بذار فقط هدفتو پیدا کن، فقط هدفتو پیدا کن. ببین دروغ که ندارم بهت بگم، خودم هم گذروندم این 6 ماه رو، ولی برو آقا یک بار شروع کن، شاید درست بود، شاید درست بود. خلاصه آقا شروع کن، نترس، هدفتو پیدا کن، ژورنال کن، هر کاری که میدونی مفیده، حداقل میتونه برات مفید باشه رو حتما انجام بده. صبح زود بیدار شو، تلاش کن، به خودت برس. حالا البته به من نگاه نکن، تو به خودت برس. منی که دارم این کار میکنم یه دلیل دارم، یه دلیل خاصی دارم، ولی تو برس، تو کاری نداشته باش. تو من نیستی، هر کس زندگی جدایی داره، هر کس روتین جدایی داره. من میدونم چرا این لباسو میپوشم، من میدونم چرا این لباس، چرا این شلوار، چرا اینجا میشینم. و هر کس فرق داره مسیرش. خب من نمیتونم بهت بگم یه مسیر قطعی بدم تو برو فلان کار کن قطعا به هر چی میخوای میرسی، نه نمیشه اصلا. ببین من میتونم آره احتمال 90% میتونی برسی، ولی بازم به اینه که تو آیا تلاش میکنی، آیا ادامه میدی، همش به همین ربط داره. و برو ببین تا موقعی که تو تنها چیزی که بتونه بین تو هدفت فاصله بندازه شاید فقط مرگ و هستش و ذهن خودت که قطعا و مرگ. همین. تو آقا بگو من آقا باید به هدفم برسم تحت هر شرایطی. آقا من حتی یه پیرمرد 70 سالم باشم من باید تلاشم کنم تا برسم. همین یه موضوع رو آدم درک کنه همه چیزو فهمیده. و همین آقا این قسمت پیش زمینه‌ای بود، یعنی دارم میگم قسمت کاملی نیستش که بگم من الان همه چیزو گفتم. من الان جلسات بعد باز میگم نکات تکمیلی بهت میگم. جلسات احساس میگم بهتر بعد بیام مقوله ثروت کلا بگم ثروت چی هست داستانش. البته میگم از من زیاد باور نمیکنید. خب میگید تو نوجوان 15 سالی اومدی نشستی داخل یه پارک با این لباس، نشستی اینجا داخل پارک،
چی داری واسه من میگی؟ مهم نیست خودش. من گفتم همون روز اول گفتم من برام مهم نیست کی گوش میکنه کی گوش نمیده، من عمل کرد مهمه. خب گفتم یه مقدمه شاید بهت بگم بود، یه پیش نیازته که آقا یه هدف داشته باشی بروش فوکس کنی، همین.